السلام علیکم وطندارای عزیز. خدا کنه که جور و صحتمند باشین دوستا، در جایی که هستین. دوستا، وضعیت های عراق یک کمی فعلا خراب شده است. در جای عراق که هستین، در شهر عراق که هستین، متوجه خودتان باشین و بگیر خیلی زیاد شده. همین روزا دیشب اینجا ما کار میکردیم، در پالوی ما یک رستوران بود، بچه های افغانی ها اینجا کار میکرد. از اینجا یک 6 نفر دیشب گرفته برده. باز ما خبر شدیم تا که اینجا در پیش ما می آمد، ما فرار کردیم، از اینجا گرفتیم و خدا را شکر. در جایی که باشین در پناه خدا باشین دوستا. مقصد متوجه باشین، دولت عراق هم تصمیم گرفته که اینوی وقت کربلا که خلاص شود، بعد از او کسی که قاچاق باشه، افغانی باشه یا پاکستانی باشه یا بنگلادیشی باشه، از هر کشوری که باشه قاچاق باشه، میگیرم ردمرز میکنم. گفته یک چند روز دیگه دوستا متوجه خودتان باشین، بیخی دقت کنین، گشت و گذار بیجا نکنین و شار زیاد نبرین. اسکرا همین روزا دم هر جای، دم هر چهارراه، دم سر هر کوچه اسکرا چک‌پوینت داره. مقصد بسیار متوجه خودتان باشین دوستا. یک چند روز انشالله، یک چند روز بعد اینا با خلاص میشه. و در جایی که هستین، در هر کنج دنیا که هستین، جور صحتمند و سلامت باشین وطن دارید.